الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، سوال آمده است که تناول کردن طعام‌هایی که برای جشن گرفتن مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آماده شده است جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. اولا اهل توحید باید به این چنین مجلس ها، جمعات ها، نشست هایی که به خاطر مولود و جشن گرفتن مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تشکیل شده است ننشیند و هم نشین اونها نباشد و البته از این اهل بدعت براءت نماید. بارک الله فیکم. و این چنین از طعام اونها نشستن در مجلس وقتی که من شد، یعنی از ضیافت اینها این چنین انسان دور میشه و چرا که ضیافت با همراهی اونها نشستن و ضیافت خوردن است. اما اگر طعام اونها را کسی به شما آورد یا که در حالت الهیدگی به دست شما رسید یا به یک مسجد در آمدید که به مولود طعام پختند و به شما آورد، حتما باید فهمیده شود که گوشت این حلال است یا حرام. وقتی که مسلمان ها آماده کرده باشند، در حالتی که در جشن مولود شرکت نکنید، با همراهی این اهل بدعت ننشینید، فقط در حالت الهیدگی به شما این طعامی که مسلمان ها آماده کرده است گوشتش حلال است خورید جایز است. مثلا یک عده از مسلمان ها مولود را جشن گرفتند، اما در مولود شرک نکردند، فقط بدعت را انجام دادند، طعام پختند و این طعامشان از چیزهای حلال بود و گوشتشان هم از گوشت حلال بود، یعنی از مسلمان، قصاب مسلمان خریده بودند. این طعام را کسی به خانه شما آورد، از خانه همسایه به خانه شما آورد، اگر به خاطر بزرگ شماریدن مولود به خانه شما آورده باشد این کار کنید، نخورید. بگویید که من طعامی که برای مولود آماده کرده اید نمیخورم، به خاطر انکار کردن این عملشان، به خاطر اینکه این عمل بدعتی بزرگ است و عاقبتش به شرک میبرد. وقتی که به مولود غلو میکنند عاقبت مشرک میشوند. آهسته آهسته خیلی که صوفی ها همه در مولود شرک میکنند. اما به مسجد رفتید که مسلمان ها طعام کرده اند و طعام از حلال بود، مشرکات طعام را نکرده است و مسلمان ها کرده است، مسلمان های فقط بدعتی، طعام حلال است، گوشتش از قصاب مسلمان است، شما فهمیدید که حلال است، در یک طرف گذاشته شده باشد خورید، نه به خاطر مولود، نه اینکه مولود چی ها به شما پهن کرده باشد، تقسیم کرده باشد، فقط در یک طرف مونده باشد گرید خورید جایز است. اما وقتی که مولود چی ها به شما طعام میدهد به خاطر جشن گرفتن مولود، به خاطر ضیافت مولود، به خاطر اینکه روز مولود است، این چنین طعام ها خورده نمی شود. این کار به مولود و البته نشستن به اونها، طعام خوردن به اونها، ضیافت کردن به اونها، در ضیافت اونها اشتراک کردن همه جایز نیست. الله سبحانه و تعالی من کرده است. الله سبحانه و تعالی میگه وقد نزلنا عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اینو حتی تمام علما و سلف این امت حجت میارن و میگن که با همراهی مبتدعین، با همراهی مشرکین و در مجلس بدعتی و در جشنهای بدعتی، در ضیافتهای بدعتی نشستن، با اونها صحبت کردن و طعام خوردن و طعام اونها را انجام، یعنی آماده کرده رو، غذای اونها آماده کرده رو تناول کردن جایز نیست. اهل سنت و جماعت، اهل توحید باید از این چنین ضیافت ها، از این چنین تشکیلی ها، از این چنین مجلس ها دور باشند، به خاطر الله سبحانه و تعالی براءة من الشرك و اهله. بارک الله فیکم.